سخنهای بزرگان. خانه‌ای که در آن زنی با شرف تربیتگر و خانه‌دار باشد پاره از جنت است. یک دوست می تواند تو را به خدا نزدیک یا از خدا دور کند. در انتخاب دوست دقت کنید. یک زنی زیبا چشم را خوشنود می کند و یک زنی خوب دل را. اولین یک جوهر است، دومین یک گنج. نیازی نیست اطرافمان پر از آدم باشد. همان چند نفری که اطرافمان هستند آدم باشند کفایه است. هر یک چیز زیبایی خاصی دارد، ولی نه هر کس آن را دیدن می تواند. دروغ مثل برف است. هر چقدر آن را بغیلانید همان قدر بزرگ می شود. اگر کسی می خواهد سر خود را به شما بسپارد فرار کنید، زیرا بار سنگین را به دوش شما بار کردنی است. کسی که با خدا دوست نیست دوستیش با تو دروغ بیش نیست. دستی بدون خدا دوستی ناپایدار است. همه وقت لایق نام انسان باش. بدی کردن خوبی بکن، دروغ گفتند راست بگوی. دلت را رنجانیدند تو دلهایشان را بیاب. بدی خواستند خوبی بخواه. تو آنها نیستی، تو دیگر هستی، تو انسان هستی. سخنهای بزرگان.